نیت میکنیم برای دریافت پرانا و انرژی کیهانی و از خداوند میخوایم که انسدادها و گره‌های درونمون رو باز کنیم. تنفس 4 7 8 رو برای رهایی از استرس و پیدا کردن آرامش انجام میدیم. دم میگیریم، مکس، بازدم، دم، حبس دم، بازدم، دم، حبس دم، بازدم، دم، حبس دم، بازدم. به دم و بازدم طبیعی خودمون برمیگردیم. الان باید یه مقدار بدن آروم شده باشه. حالا دم میگیریم و با دممون توجهمون رو میبریم روی مغز. دم میگیریم، بازدم میکنیم. توجه ما روی مغزمونه و دم و بازدممون رو به مغزمون میفرستیم. دم میگیریم، بازدم میکنیم. دم تمامی فشارها را از روی مغزمون رها میکنیم. دم با مغز، بازدم. با دم انبساط رو وارد مغزمون میکنیم و با بازدم تمامی انقباضاتی که درون مغزمونه رو رها میکنیم. دم میگیریم و مغزمون رو پر از هوا میکنیم. بازدم میکنیم و فشارها رو از روی مغزمون رها میکنیم. دم میگیریم، سبکی رو وارد مغزمون میکنیم و بازدم میکنیم. سنگینی ها رو از روی مغزمون رها میکنیم. دم به درون مغز، بازدم. تمرکزمون رو میاریم بخش جلویی مغزمون. دم میگیریم و بخش جلویی مغز رو پر از هوا میکنیم و بازدم میکنیم و فکرهای بیهوده رو از بخش جلوی مغز رها میکنیم. دم میگیریم، آرامش رو وارد جلوی مغزمون میکنیم. بازدم میکنیم، نگرانی ها رو رها میکنیم. دم با جلوی مغز، بازدم. دم سبکی رو وارد میکنیم. بازدم سنگینی ها رو رها میکنیم. دم، بازدم. میایم روی نیمکره سمت راست مغز. دم میگیریم و سمت راست مغز رو پر از هوا میکنیم. بازدم میکنیم. دم میگیریم، سمت راست مغز رو پر از آرامش میکنیم و با بازدم نگرانی ها رو رها میکنیم. دم با سمت راست مغز، بازدم. دم، بازدم. دم با سمت راست مغز، بازدم. دم،
با بازدم سنگینی ها، گره ها رو از سمت راست مغزمون رها میکنیم. دم میگیریم، آرامش رو وارد میکنیم. بازدم اضطراب ها رو رها میکنیم. به سمت چپ مغزمون میایم. دم میگیریم. سمت چپ مغز رو پر از هوا میکنیم و با بازدم گرفتگی ها رو رها میکنیم. دم با سمت چپ مغز، بازدم. دم میگیریم. سمت چپ مغز رو پر از آرامش میکنیم و با بازدم نگرانی ها و اضطراب رو رها میکنیم. دم، بازدم، دم، بازدم. پشت مغزمون میریم، بهش توجه میکنیم و با پشت مغزمون دم و بازدم انجام میدیم. دم با پشت مغز، بازدم با پشت مغز. دم میگیریم، آرامش رو وارد میکنیم. با بازدم تمامی فشارها، تمامی استرس ها رو رها میکنیم. دم، بازدم. دم میگیریم، پشت مغز رو کاملا منبسط میکنیم. گویا دم ما لابلای سلول های مغز میره. بازدم میکنیم. دم میگیریم. انبساط در پشت مغز. با بازدم تمامی انقباضات رو رها میکنیم. دم به درون مغز. بازدم. دم میگیریم. پشت مغزمون رو پر از آرامش میکنیم. پر از حس خوب میکنیم. پر از شادی میکنیم. و بازدم میکنیم. و تمامی اضطراب ها، تمامی ناآرامی ها، تمامی ترس ها را از پشت مغزمون رها میکنیم. با کل مغز دم میگیریم. بازدم میکنیم. عشق رو با دم وارد مغزمون میکنیم. با بازدم تمام افکار بیهوده رو از مغزمون رها میکنیم. دم میگیریم. بازدم میکنیم. دم به درون مغز. بازدم به بیرون. دم میگیریم. مغزمون رو پر از سکوت میکنیم. و با بازدم تمامی مکالمات بیهوده رو رها میکنیم. دم میگیریم. مغزمون رو پر از حال خوب میکنیم. و با بازدم تمامی ناراحتی ها رو از مغزمون رها میکنیم. دم آگاهانه. بازدم آگاهانه. دو دستمون رو به سمت بالا میاریم و این دو دست رو میذاریم روی قلبمون. گرمایی بین دست ها و قلبمون داریم حس میکنیم. گرمای قلب رو به درون دست ها میفرستیم. عشقی که درون قلب هست به درون دستامون میفرستیم و دست ها رو بلند میکنیم، میذاریم روی سرمون. این گرمایی که از قلب گرفتیم، عشقی که از قلب گرفتیم رو به درون مغزمون منتقل میکنیم. دم میگیریم. بازدم میکنیم.
مغز ما پر از عشق میشه، پر از گرما میشه، پر از حس بودن، زندگی میشه. میخوایم که ارتباط بین قلب و مغزمون برقرار بشه. میخوایم که گرمای قلب به سمت مغزمون هدایت بشه و مغزمون بتونه عشقی که درون قلبمونه رو دریافت کنه. میخوایم که بین پوست سر، موی سر، جمجمه سر، مغز و قلب ارتباط برقرار بشه. زندگی و زنده بودن رو درون مغز سرمون احساس میکنیم. دستامون رو میاریم جلوی بدنمون، میکشیم به هم دیگه. کفش رو به هم میکشیم. میذاریم روی قلبمون. گرما رو بین قلب و دستمون، کف دستمون حس میکنیم. کف دو دست رو در ناحیه پیشونی قرار میدیم و به سمت عقب میکشیم با این نیت که مغزمون پر از آرامش بشه، پر از حس زندگی بشه، پر از حال خوب بشه. کف دست تا روی گردن میاد و دوباره به سمت قلبمون میاریم. اگه راحت بودید میتونید کف دو دستتون رو روی هم بذارید. دست ها رو جلوی قلب قرار میدیم. اگه راحت نبودید میتونید دست ها روی پاتون بذارید. فرق نمیکنه. خدا رو شکر میکنیم که در این لحظه ذهن و جسم و روحمون با هم متحد شد. خدا رو شکر میکنیم به خاطر آرامشی که تجربه کردیم. خدایا شکرت از سلامتی که داریم. سپاسگزاری میکنیم از مغزمون به خاطر کارهایی که برای ما میکنه، به خاطر خدماتی که به ما میده تا زندگی رو بهتر تجربه کنیم. خدا رو شکر میکنیم به خاطر ارتباطی که بین مو و پوست سر و جمجمه و مغز و قلب ما برقرار شد و با 5 شماره مدیتیشن خودمون رو به پایان میرسونیم. 1 2 3 4 5 تمام شد.